درود دوستان، روزتون بخیر باشه. امروز در خدمت شما هستیم با فال قرآن برای متولدین اردیبهشت ماه که ببینیم سال 1405 چه چیزی در انتظار شما هست. ازتون میخوام لحظاتی چشمهاتون رو ببندید. 3 تا دم و بازدم عمیق داشته باشید. تمرکزتون رو روی دم و بازدمتون نگه دارید. ذهنتون رو از هر آن چیزی که به شما احساس منفی میده خالی کنید. و زمانی که نیت انجام دادید برای ما کامنت کنید من هم همراه هستم تا انرژی این فال جوابگوی نیت شما باشه. اگر که کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که از پیام‌های کائنات مطلع بشید. اگر که دوست اردیبهشت ماهی دارید میتونید این ویدیو رو براش بفرستید که اون هم از این انرژی ها مطلع بشه. بله، چیزی که برای اردیبهشت ماهی ها داره نشون میده اینه که شما خیلی سر دوراهی های متفاوتی بودید. تا الان سختی های زیادی رو در واقع متحمل شدید به خاطر اینکه دقیقاً نمیتونستید از پشت یه سری از پرده ها بیرون بیاید. ولی شرایطی رو داره برات نشون میده اردیبهشت ماهی جان که نجاتی برات اتفاق میفته. انگار همه چیز در پس یک اعتماد به نفس بوده و شما داری با واقعیتی که درون خودت داشتی بالاخره روبرو میشی. خیلی جاها گمراه بودی، خیلی وقتها ندونم به کاری کردی، ولی خب در رحمت خداوند داره بهت باز میشه. تهمت‌ها و دروغ‌ها، چیزهایی که آزارت میدادن، چیزهایی که باعث آزارت شده بودن، یه جورایی انگار که ازشون پاک و مبرا میشی، شرایط برات به نفع تموم میشه. شما یا اردیبهشت ماهی ابتدای در واقع سال 1405 داره بهت نشون میده 2 ماه اول مخصوصا فروردین و اردیبهشت انگار که یک دگرگونی بزرگی برات اتفاق میافته. 2 ماه اول سال انگار همه چیز چنان تغییر میکنه که همه چیز هم بیشتر از درون شما شروع میشه. انگار آدم‌ها دیگه شما رو نمیشناسن، انگار پیش خودشون میگن این آدمی نیست که ما میشناختیم. و این تغییرات به چه شکلی اتفاق میفته؟ به این شکل که شما ذهنیت تغییر میکنه، نوع رفتار تغییر میکنه، یه سری اصلاحی درون خودت به وجود میاری و حتی میای نوع در واقع پوششت، استایلت و همه چیز رو انگار که دگرگون میکنی و این موضوع خیلی میتونه اطرافیان شما رو متعجب بکنه. حتی داره نشون میده که شما میای یک در واقع چیزهایی که قبلا به خودت اختصاص نمیدادی رو دیگه در حق خودت روا میداری و یه جورایی آگاهانه تر عمل میکنی. شما یه جورایی انگار که ستاره‌ای میشی برای بقیه. انگار که بقیه به دنبال این میان که ببینن که دقیقاً شما چه کاری انجام دادی که در واقع به این مرحله از زندگی رسیدی. شما شاید از یه سری از مسائل رو در واقع از خودت دریغ میکردی، قدرت یه سری چیزها رو داشتی ولی انگار که نمیخواستی ازشون استفاده بکنی، انگار که در واقع سلاحی توی دست تو باشه ولی نخوای که ماشه رو بکشی. چنین حالتهایی رو داره نشون میده که بالاخره به این نتیجه میرسی که باید شروع بکنی و شروعهای شما به چه شکلی هست خیلی انفجاری داره این قضیه رو نشون میده. یه سری از شروعها رو داره در واقع جوری نشون میده که از سالها قبل شما استارت
هایی رو زدی، حالا تو هر زمینه ای که خیلی ذهنت رو مشغول کرده و قبلا انگار در مورد اون موضوع شما جواب نمی گرفتی. حالا یا توی مسائل مالی کاری بوده که وارد می شدی، مدام به اون نتیجه دلخواهت نمی رسیدی، یا از لحاظ احساسی اقداماتی انجام میدادی و نتیجه نمی گرفتی. درسته یه صبوری رو داره برات نشون میده، ولی بعد از اون در واقع از حدودای تابستون به بعد شرایطی به وجود میاد که نتیجه کارهات رو میگیری و این رو داره خیلی برات خوب نشون میده. ببین شما اردیبهشتی انگار که از یه سری از تنگناها داری بیرون میاد. یه سری از اردیبهشتی هایی رو داره نشون میده که توی روابط اشتباهی بودن. حالا یا یه پارتنر در واقع سختگیری داشتن، یا یک چیزی که در واقع جونی به لب رسونده برای اردیبهشت ماهی ها. خیلی هاشون تونستن کندن، رها شدن و خیلی از شماهایی که دارین این ویدیو رو میبینید و هنوز نتونستید رها بشید، ببینید این رو بیشتر تو حوزه شراکت های شما نشون میده، شراکت ازدواجی، احساسی، شراکت کاری، هر چیزی که بیشتر داره این قضیه رو تو مسائل احساسیت نشون میده. انگار که تو خودت نمیدیدی که بندها رو در واقع باز بکنی و خودت رو رها بکنی. این بند نافه هنوز چسبیده برای یه سری از اردیبهشت ماهی ها که امسال بالاخره شما خود واقعیت رو پیدا میکنی و میتونی که از یه سری دردسرها، یه سری روابط اشتباه رها بشی و داره این قضیه بهت نشون میده که بعد از این رها شدن حتی ممکنه که به این نتیجه برسی که چرا زودتر این کار رو انجام ندادی. خیلی پس در مورد این قضیه عجله نداشته باش، ولی بدون که تو واقعا تو شرایطی هستی که بتونی از پس خودت، از پس شرایطت بر بیای. سدهای ذهنیت رو یه جورایی باید که بشکنی. یه سری از اردیبهشتی ها رو داره نشون میده که شماها مدت ها یا حالا احساس تنهایی داشتید یا در واقع تنها بودید به هر شکلی. داره نشون میده که این احساس تنهایی با شما همراه و هم‌مسیر هست. حالا ابتدای امر من این رو براتون بشکافم و بهتون بگم شماها خیلی هاتون حالا به فکر گسترش کارتون میافتین، یا اینکه اصلا بیاین حوزه های کاریتون رو تغییر بدید. به چه شکلی؟ به این شکلی که حالا یا بیای مراوداتی داشته باشی تو سوشال مدیا، بیای ارتباطاتت رو گسترده تر بکنی، حالا اگر که کارهای آنلاین انجام میدی، یا اگر که مثلا مراودات خارجی داشتی، مثلا وارداتی، صادراتی، چه میدونم ارتباطی، چیزی بوده، اینها جوری میشه که گسترده تر میشه و مدت ها شما از سالهای قبل داشتی این رو در واقع هی باهاش کلنجار میرفتی، هی برات چالش بوده، هی نمیخواستی که در واقع از اون منطقه امنه بیرون بیاد، هی میخواستی حالا همین کسب و کار کوچیکی که هست رو جلو ببری، هی میخواستی ارتباطات در حدی که مثلا این چند نفر رو میشناسم باقی بمونه. ولی داره شرایط رو جوری نشون میده که شما مدام درس هایی رو گرفتی توی این سالها و این درس ها برات پرفشار بوده. به خاطر همین شرایطی رو داره نشون میده که شما میای حالا یا به اجبار یا به انتخاب خودت در واقع کارت رو گسترش میدی، با افراد در واقع بیشتری ارتباط میگیری. از اواخر بهار داره نشون میده که مثلا شما اگر که چیزی تولید میکردی، این رو میای گسترشش میدی به یک فضای بزرگتر، به یک شرایطی که در واقع آدمهای بیشتری رو میشناسی، یا حتی اگر که کارهای تجاری بزرگتری میکردی در واقع با خارجی ها، با کسایی که هم فرهنگ تو نیستن در واقع ارتباط میگیری. حتی کسایی که توی اردیبهشتی ها میان در واقع فعالیت سوشال مدیاشون رو استارت میزنن، براشون دیده میشه که این افراد یه جورایی میتونن که رشد خیلی خوبی داشته باشن و یک در واقع شرایط خوبی براشون به وجود میاد. اردیبهشتی هایی که خیلی وقتا دل مرده بودید، مثلا توی سال گذشته،
داره کاملا به شما نشون میده شما آسیب‌های روحی رو در واقع متحمل شدید. انگار که شور زندگی دوباره درون شما به وجود میاد و این قضیه از همون ابتدایی ترین زمانهای سال 1405 برای شما رقم میخوره. چیزی که در واقع خیلی خودت رو توش محدود میکردی، خیلی سعی میکردی پاتو از گلیمت درازتر نکنی، از شرایطی که داشتی در واقع فراتر نری، کاملا داره برات نشون میده که شما یه اردیبهشتی کلا همه چیز رو انگار رها میکنی. انگار که یک در واقع پرنده‌ای که تو قفس بوده مدت‌ها یک دفعه رها میشه و اعتماد به نفسی پیدا میکنه، رشد خوبی پیدا میکنه و این رو خیلی داره برات خوب نشون میده. و همینطور داره نشون میده که از اواخر در واقع تابستان، یعنی یه جورایی شهریور رو در واقع مهر ماه، شما خیلی باید که در واقع توی عشق رو راست باشی. خیلی توی این قضیه داره این هشدار رو بهت میده که حواس جمع‌تر باید جلو بری. این قضیه انگار که مثلا توی اواخر شهریور و مهر ماه یه جورایی شرایط پیش میره که تمرکز روی روابط شماست، مخصوصا روابط احساسی. اگر که رابطه احساسی داری باید که رو راستر توش جلو بری، هرچند که داره برای یه سری از افراد اردیبهشتی یه سری سنگینی های رو داره نشون میده، ولی خب مراقب باش. اگر که در واقع میخوای دروغی بگی، اگر که میخوای پنهونکاری بکنی، کاملا این قضیه برات رو میشه، برای اطرافیانت رو میشه و ممکنه که وجهه شما رو خراب بکنه و دوباره اینجا انگار کات میشه. انگار مثلا از مهر ماه کات میشه، میره از اواخر در واقع آبان و آذر دوباره یه جورایی تمرکزها روی شراکت‌های شماست، حالا شراکت احساسیت، شراکت کاریت، هر چیزی که هست باید حواس جمع‌تر باشی. شما یه اردیبهشتی داره برات نشون میده که یه جورایی انگار که اگر که تو مسائلی هستی که داره مشاوره، حالا مشاوره هر چیزی، بیشتر مشاوره هایی که داره نشون میده مشاوره های در واقع درمانی، مشاوره های در واقع درونی، چنین چیزهایی هست. انگار که آدم ها خیلی روی شما تمرکز پیدا میکنن. شما حتی ممکنه که اصلا یک مشاور املاک باشی، مشاوری باشی که در واقع تو زمینه املاک، تو زمینه اکونومی در واقع داره پیشنهاداتی رو به افراد میده. شرایطی پیش میاد که آدم ها خیلی روی حرف شما حساب باز میکنن و خیلی دقت میکنن که شما چی میگین و اگر که تو این زمینه ها دارین کار میکنید داره بهتون نشون میده که شما یه جورایی خیلی ترندتر میشین، خیلی شناخته تر میشین و خیلی آدم ها به سمتتون میان و میبینن که دقیقا شما چه پله هایی رو طی کردی که به اینجا رسیدی. پس موضوعی که اینجا خیلی برای اردیبهشتی‌ها مهمه اینه که باید اطلاعات خودتون رو بالا ببرید. اگر که آدمی هستی که ببین میخواد مشاوره بده، مشورت بده، شما نمیتونی در واقع همینجوری صحبت داشته باشه. هرچند که اینجا داره بهمون نشون میده اون شکاف هایی که تو زندگیت بود تا الان به وجود اومد، سختی هایی که تا الان کشیدی، درس هایی که گرفتی، اون موقع هایی که تونستی خودت رو از هر در واقع شرایطی نجات بدی، بکشی بیرون، در واقع همون میشه در واقع یک هیلر، یک در واقع آرام بخشی دادن به بقیه، یک در واقع مشورت دادن به بقیه. ولی سعی بکن که در واقع مطالعاتی هم در زمینه‌های مختلف داشته باشی. داره نشون میده عضوی به خانواده شما ممکنه که اضافه بشه، حالا یا زاد و ولدی اتفاق میفته یا ازدواجی، هر چیزی که داره نشون میده که افراد ممکنه که به خانواده شما اضافه بشن. شما میای که یه سری ارتباطاتت رو انگار که شکل و رنگ دیگه‌ای بهش میدی.
جابجایی‌ها برای اردیبهشتی‌ها هم دیده میشه. اردیبهشتی‌ها ممکنه که یه سری جابجایی‌هایی رو داشته باشن، یه سری اتفاقهایی رو در واقع تجربه بکنن که این قضیه خیلی به روند زندگیشون کمک میکنه و حتی اگر که مدت‌ها فکر یک جابجایی بودی توی زندگیت و اتفاق نمیافتاده، میتونم بگم که با اون صبوری که بهت گفته شد میتونی که به نتیجه دلخواهت برسی و حتی برای یه سری از اردیبهشتی‌ها دیده میشه که کارهای گروهی انجام میدن. شما ممکنه که مدت‌ها خودت کار انجام میدادی، حالا یا توی شرکتی ورود میکنی یا توی در واقع جمعی ورود میکنی که در واقع این موضوع رو داره خیلی خوب بهت نشون میده. اردیبهشت ماهی‌ها امسال توی ناحیه گردن، عضلات، چنین چیزهایی باید که مراقبت بیشتری داشته باشن. حتی توی رژیم غذاییشون باید که برنامه ریزی درستی باشه که به نتیجه خوبی برسن. تو ناحیه در واقع گردن به بالا، گردن، سر، اینجور مسائل داره یه سری در واقع هشدارهایی رو به شما میده. ببینید ثمر بخشی برای شما داره نشون میده در صورتی که هر چه زودتر ترس‌های خودت رو کنار بذاری. اردیبهشت ماهی‌هایی که در واقع مسائل قانونی داشتن داره براشون یک جورایی به خیر و برکت رسیدن نشون داده میشه. حالا به چه شکلیه؟ به جوریه که هر کدوم طرف قضیه که بزرگتر هست یه جورایی کوتاه میاد، یعنی یه جورایی باید کوتاه بیاد تا اون آتیشه فروکش بکنه. اینجوریه که در واقع میتونه که اوضاع بر وفق مرادتون پیش بره. داره نشون میده که خیلی از اردیبهشت ماهی‌ها یه سری از سرمایه گذاری ها رو در سالهای گذشته انجام دادن. ببینید این سرمایه گذاری ها میتونه از لحاظ درونی باشه، حتی میتونه از در واقع مسائل مالی ارتباطی. شما اومدی روی یک ارتباط مثلا سالها کار کردی، سالها در واقع روش برنامه ریزی انجام دادی و به نتیجه میرسه، انگار که یک رشد خوبی برات اتفاق میفته. یا حتی یک سرمایه گذاری مالی بوده، یه سهامی بوده، یه چیزی بوده که از سالهای گذشته، از مدتهای گذشته بوده و توی این سال انگار شکوفایی براش اتفاق میفته. در واقع داره نشون میده که شما قدرتت بیشتر میشه، نوری که درونته به بقیه هم میتابه و حتی داره نشون میده یه سری از مشکلاتی که بین شما افراد خانواده بوده حل و فصل میشه و جابجایی هایی براتون اتفاق میفته. اردیبهشت ماهی‌ها خیلی باید بیشتر مراقب زمان و تایم خوابتون باشین. این قضیه میتونه به سلامت بدن شما خیلی کمک بکنه و حتی داره نشون میده که شما تایم طولانی تری رو ممکنه که بیرون از خونه بگذرونید، حتی بیرون از زادگاهتون، بیرون از شهرتون بگذرونید. انگار که شرایطی داره به وجود میاد که شما برای اینکه یه سری چیزها رو فراموش بکنید دارید که از یه سری جاها حتی فرار میکنید به اصطلاح. و داره نشون میده که کلا آدم‌هایی سر راه شما پیدا میشن، احضاری رو در واقع داره نشون میده، آدم‌هایی که از گذشته بودن. شما ممکنه که فرد مجردی باشی و مدت‌های طولانی رو حالا تنهایی سر کردی. داره بهت نشون میده که افرادی از گذشته به سمت شما برمیگردن، افرادی ممکنه که دوباره به زندگی شما اضافه بشن و نقش جدی تری بگیرن. مثلا یک پارتنری توی گذشته داشتی، این توی در واقع فواصل مختلف کات کردین، دوباره این آدم ممکنه به سمت شما برگرده، ولی این بار ممکنه که در واقع یک مرحله جدیدتری رو شما دو نفر با هم تجربه بکنید. مثلا از یک مرحله‌ای که مثلا قبلا دوست بودید نامزد کنید، ازدواج کنید. در واقع چنین حالت‌هایی رو در واقع داره به شما نشون میده. شما اردیبهشت ماهی خیلی دنبال اعتماد به نفست میری، خیلی انگار که حالا هر کدومتون به یه شکلیه، چون این فال کلی هست، یکی دنبال یه استایل، دنبال پول، دنبال یک رابطه خوبه که بهش اعتماد به نفس بده، هر چیزی که هست، دنبال یک زیبایی، هر چیزی که هست داره بهت نشون میده که شما امسال اقداماتی رو تو این زمینه انجام میدید و حتی اعتماد به نفس کلی رو به وجود میارید درون خودتون و حتی رویکردهای جدیدی نسبت به کار و شغلتون انجام میدید و این یک نجات بزرگ برای شما در واقع ایجاد میکنه.
اگر که بخوام که یک در واقع نصیحتی بکنم با توجه به کلیت فال و تجربه‌ای که از این فال داشتیم، اینه که شمای اردیبهشت ماهی باید دقت نظر داشته باشی، باید شروع جدید داشته باشی. شروعهای جدید توی هر کسب و کاری که هستی میتونی که توی سوشال مدیا یه جورایی رشد خیلی خوبی داشته باشی. امسال افراد زیادی از ماهای مختلف میتونن که تو سوشال مدیا رشد خوبی داشته باشن و درخشش اصلی از آن در واقع شمای اردیبهشتی هست. پس از این قضیه یه جورایی جا نمون، سعی بکن که سطح اطلاعاتت رو بالا ببری، تلاش کافی رو داشته باشی که به نتیجه عمل برسه این قضیه. و اگر خیلی هاتون تنها بودید، تنهایی هاتون تموم میشه و همینطور داره نشون میده در کنار این قضیه مسئولیت هاتون بیشتر میشه. حالا شما اگر که در واقع تو زمینه کاری رشد کنید، جابجایی هایی برات اتفاق بیفته، تو زمینه کاری این قضیه برات اتفاق میفته. اگر که تو زمینه در واقع احساسی کلیدی برات بخوره، این قضیه یه جورایی مسئولیت شما رو در رابطه با ارتباط و زندگی بیشتر میکنه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تجربتون رو از این فال برای ما کامنت بکنید، ویدیو رو برای دوستان اردیبهشت ماهیتون بفرستید. ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که اگر که ویدیویی گذاشته میشه شما اولین نفری باشید که ازش استفاده میکنید. روزتون خوش.